موجودی اعتبار کالابرگ برای سرپرستان خانوار پیامک می شود، اما مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید. رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید از این پس موجودی کالابرگ با سرشماره v.رفاه به تلفن همراه سرپرستان خانوار پیامک می شود و مردم دقت کنند این پیام فقط شامل میزان اعتبار بوده و بدون هر گونه لینک و محتوای دیگری است. به گفته آقای سنگسری این خدمت با هدف تسهیل در فرایند آگاهی مشمولانه تر از موجودی کالابرگشان ارائه شده، اما همچنان کد دستوری *500* 1463 برنامه شما نیز همچنان فعال است تا هموطنان بتوانند در صورت لزوم استفاده کنند.